سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز. محمد علی کمالیان هستم. قصد دارم که توی این ویدیو در مورد استیومش صحبت بکنم. اما قبل از اینکه وارد موضوع بشم، فکر می کنم نزدیک به 3 سال و خورده‌ای پیش بود که من در قالب فایل های PDF و همچنین ویدیو مباحثی توی حوزه رنچر، RKE، الاستیک استک، AWX می ساختم. PDF ها رو توی لینکدینم قرار می دادم و ویدیوها رو هم توی کانالی توی آپارات میذاشتم. اما خب به دلیل مشغله هایی که داشتم و همچنین مسائل متعدد و تنبلی هم حتی از این مبحث تولید محتوا و اینها خیلی دور شدم. اما تصمیم گرفتم که این بار یک چنلی توی یوتیوب و همچنین آپارات داشته باشم به اسم مکتک، حالا مک اما محمد علی کمالیان هست، تکم حالا کوچیک شده یه تکنیکال هرچی. ویدیوهامو اونجا بذارم و سعی بکنم که حالا توی بازه های زمانی متوسط، نه خیلی کوچیک نه خیلی بزرگ، ویدیو درست کنم و اونجا بذارم. اما نکته‌ای که خیلی خیلی برام مهمه، میگم توی ویدیوهای قبلیم هم میگفتم من این رو، اما چون یک گپی افتاده بینش، دوست دارم دوستانی که حالا دوباره دارن ویدیوهای منو میبینن یا اولین بارشون هست این رو بدونن که این چنل و شخص بنده به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که حالا یک چیزی رو درس بدیم. ما اصلا من شخص خود بنده در قامت یک استاد یا یک معلم نیستم، چون این عزیزان بالاخره روی کانسپت ها انقدر دیپتر از من نوعی هستند که میشه اونها رو استاد صدا کرد. من فقط بنا به حالا پروژه های مختلفی که برام پیش اومده مثل خود شما یک سری مباحث رو یاد گرفتم، نشستم آرندی کردم، خوندم و خیلی هاشون هم تو محیط های پروداکشن شاید پیاده سازی نشده، پروژه ها شکست خورده به هر دلیلی. چیزهایی رو یاد گرفتم حتی ممکنه به غلط و به اشتباه، یعنی توی تعاریفم، توی پیاده سازی ها ممکنه شما بیاین بگین که ای بابا اینم داره اشتباه میگه، کاش اونجوری این کار رو انجام میداد، این سلوشن بهتره. یعنی میخوام بگم هر چیزی که تو این ویدیو دیده میشه اینطوری نیستش که 100% درسته، نه، ممکنه توش خیلی اشتباه وجود داشته باشه. و میخوام به اینجا برسم که با دیدن این ویدیوها این نباشه که حتی برای محیط پایلوتتون، حتی برای محیط پری لایوتون نیاین اینها رو وردارین و ببرین زود پیاده سازی بکنین، چون اصلا پیشنهاد نمیکنم. چیزی که پیشنهاد میکنم این رو به عنوان این ویدیوها رو، این کانتنت شیر کردن ها رو به عنوان یک چراغ خیلی خیلی کم نور برای راهتون در نظر بگیرید. یک سری کانسپت ها رو شاید خیلی ساده گفته بشه، یاد بگیرین و ببرین و پیاده سازی بکنید. پس اسم شعار حالا چنل هم گذاشتم Learn and Build، یاد بگیریم و بسازیم. و برای هر مبحثی رو که با هم در موردش گپ میزنیم یک Let's do some گذاشتم. حالا نمیدونم از نظر زبان انگلیسی درسته یا نه، اما دیدم این بود که منظورم اینه که بیایم یک مقدار مثلا استیومش انجام بدیم، یاد بگیریم و انجام بدیم. پارت 1 هست، نمیدونم چند پارت خواهد بود، اما حداقل 3 تا رو خواهیم داشت. ما توی این قسمت، پارت 1 میخوایم خیلی خلاصه و خیلی ساده با هم صحبت بکنیم که اصلا سرویس مش چی هست. من نوعی خودم خیلی برام فهم سرویس مش سخت بود، تا اینکه یک سری تعاریف ساده تر ازش پیدا کردم و فهمیدم که اونقدر هم نباید به دید کامپلکس بهش نگاه کرد. بعد از اون یه نگاهی میندازیم به ایستیو، چون در مورد سرویس مش
گفتیم و فهمیدیم چیه. حالا اینکه حالا ایستیو چی هستش زیاد صحبت نخواهیم کرد. خب خیلی معلومه ایستیو یکی از ابزارهای پیاده سازی سرویس مش هستش. نگاه خیلی خلاصه ای میکنیم به ایستیو کامپوننت هاش چیه و هر کدومش چه وظایفی داره و توی قسمت 4 میایم دیگه اپریشنالش میکنیم، میایم روی کلاستر کوبرنتیزی که داریم ایستیو رو نصب میکنیم و اینجا به یک سری نکات ریز اشاره میکنیم، مثلا اینکه کلاستر کوبرنتیز من چی باید داشته باشه که بتونیم از فیچرهای ایستیو کاملا استفاده بکنیم. چیزهایی که فهمیدم 100% شاید بیشتر از اینها باشه و یک دپلویمنت خیلی ساده مثلا انجینیکس خواهیم داشت که میایم میگیم که ما اگر بخوایم مش رو در حقیقت روی این ورکلود اینیبل بکنیم چه راهکاری داریم. هر چقدر که با این ابزارهای DevOps تولز چین ها آشنا میشم به این جمله بیشتر میرسم که همه اینها برای دیولوپر هاست و بیشتر به این باز دوباره جمله میرسم که ای کاش دیولوپر بودم و وارد این دنیا میشدم، چون که کلا اینها اومدن که دنیای تیم توسعه دهنده ها دیولوپر ها رو ساده و ساده تر بکنن تا از زدن کدهای بیشتر سخت کردن کار جلوگیری بکنن. توی دنیای میکرو سرویس ها زمانی که ما سرویس های کوچیک شده متعددی داریم که اینها دست به دست هم میدن، با هم صحبت میکنن تا یک اپلیکیشن کامل در اختیار کاربر قرار بگیره، خب شک نیست که نیازمندی های دیولوپر ها بیشتر و بیشتر میشه توی حوزه های سکیوریتی، observability و اسمشو بذاریم اسمارت ترافیک منیجمنت، مدیریت ترافیک بین میکرو سرویس ها. خب خیلی میشنوم که مثلا دیولوپر ما مثلا میاد میگه که ما نیاز داریم که میکرو سرویس مثلا A وقتی داره با میکرو سرویس B صحبت میکنه که چند تا اینستنس داره، اگر ریکوست اولش مثلا رفت روی اینستنس یک میکرو سرویس B من دیگه رو همونجا بمونه. یا مثلا نیاز داره که تو بحث مثلا ترافیک منیجمنت وقتی توی 1 دقیقه 10 تا ریکوست از A رفت به B دیگه تا 30 ثانیه تا 40 ثانیه دیگه ریکوستی رو قبول نکنه که اوورلود مثلا نشه. حالا این نیازها یا این دیمندها میتونه تو لایه‌های مختلف دیده بشه، میتونه تو لایه‌های کد انجام بپذیره، میتونیم یک سری اکسترنال سرویس ها داشته باشیم، مثلا یک سری لود بالانسر های بسیار قوی، دیوایس های بسیار قوی که اصلا کلا خارج از مثلا زیر ساخت ما و کد ما هستن، اونجا دیده بشه. یا میتونه تو لایه اینفراستراکچر دیده بشه. این لایه اینفراستراکچر حالا در موردش ذره بیشتر خواهیم گفت، اما اگر مثلا کوبرنتیز دارن تو همون لایه بیاد قرار بگیره. معمولا اون زمانی که فرهنگ دیوآپس همچنان به خوبی جا نیفتاده توی سازمان ها و اون تعامله برقرار نیست، خیلی وقتا این نیازها میاد توی سطح کد دیده میشه. اینکه خوب هست یا بد هست، خب هر روی کردی خوبی ها و بدی های خودش رو داره، اصلا نمیشه گفتش که آقا چرا رفتی مثلا این قسمت نیازمندی سکیوریتی رو مثلا تو کد لیر دیدی. اما چیزی که من فهمیدم، آرندی کردم و از جاهای مختلف پرسیدم، خب شکی نیست که معمولا اگر شما بخواید یکی از این نیازمندی ها رو تو لایه کد ببینید،
خب تغییرش نیازمند اینه که من یک بار دیگه سرویسم ریبیلد بشه، یا بهتر بود اینجا می نوشتم ریکامپایل بشه. یعنی اگر من یک مثلا CI/CD طوری دارم، نیاز دارم که باز اون CI/CD رو ران بکنم. معمولا تغییر نیازها توی این حوزه زمانی که تو لایه کد دیده شده سخت‌تر انجام میگیره و من نمیتونم این انتظار رو داشته باشم که خیلی سریع یک تغییری رو بدم، سرویسم ریبیلد بشه و بیاد تو سرویس دهی قرار بگیره. نگرانی های خودش رو در حقیقت میطلبه. بیایم روی این آخری. خب 100% وقتی که من بخوام این نیازمندی ها رو تو لایه کد ببینم، به معنای اینه که من باید کد بیشتری رو بنویسم. یعنی بیگر کد دارم و وقتی که کدهای من لاین هاش خطاش بیشتر و بیشتر میشه، خب 100% با یه کامپلکس وردی طرفم. اینو از خودم نوشتم، تونستم بهتر باشه. با یک دنیای سخت‌تری روبرو هستم. بالاخره پس فردا روزی اگر یک نفری بخواد بیاد جایگزین اون دیولپر من بشه، به جای مثلا 10 خط مجبور مثلا 20 خط بخونه. دنیا رو برای خودم یه مقدار کامپلکس تر کردم. توی این قسمت دوم هم خب ما معمولا دیگه امروزه با محیط های کلود نیتیوی تور طرف هستیم، محیط هایی که باز دوباره بگم معمولا کانتینرایزد شدن. سرویس هامون در قالب کانتینر روی بستر ارکستریتوری مثل کوبرنتیز اومدن بالا و سلوشن های بهتری براش وجود داره تا اینکه من بخوام بیام از کد لیر استفاده کنم. البته این هم بهتر بود جای دیگه ای می نوشتم، ولی منظورم اینه که برای محیط های کلود نیتیوی سلوشن های بهتری وجود داره دیگه، توی لایه کد نوشته نشه بهتره. اما اکسترنال سرویس ها همونطور که گفتیم، یعنی استفاده از حالا یک سری دیوایس ها، ابزارهای قوی و قدرتمند مثل لود بالانسرهای قوی، خب بالاخره نگهداری های خودش رو میطلبه. شاید لازم باشه برای اون دیوایس شما یک فرد متخصص رو قرار بدین که بیاد اون بحثای مثلا ترافیک منیجمنتتون رو به صورت هوشمندانه انجام بده. خب 100% نگهداریش بار بیشتری رو روی افراد میطلبه و همچنین به این نتیجه رسیدم که زیاد باز دوباره با محیط های کلود نیتیوی سازگار نیستش. حالا سرویس مش رو ما بخوایم تعریف بکنیم، اینه که من میتونم تمام این نیازمندی هات رو آقای دیولپر، یعنی نیازمندی هایی که توی اسلاید قبلی گفتیم security, observability, smart traffic management و غیره، حالا من این ستا رو اینجا آوردم. شما میتونید تو لایه اینفراستراکچر خودتون ببینید، یعنی من میتونم اون رو بیارم توی محیط کوبرنتیز خودم و نگرانی های اون دیمند هایی رو که داری رو به وسیله من برطرف بکنید. یعنی آروم آروم میخوام به اینجا برسم که نیاز نیست انقدر کدت رو بیشتر بکنی، کامپلکس ترش بکنی. وقتی صحبت میکنیم از infrastructure layer، یعنی داریم میگیم که not part of business logic code، دیگه قسمتی از کد نیست، قسمت حتی نوشتاری و منطقی کد نیستش. اینجا دیگه هر تغییری رو که من میخوام اعمال بکنم، من نیاز ندارم که بیام کدم رو تغییر بدم. و وقتی که نیاز ندارم کدم رو تغییر بدم یعنی چی؟ یعنی دیگه من به ریبیلدی، ریکامپایلی یا ران شدن اون CI/CD، فرایند اون CI/CD دیگه ندارم. کاملا روی زیرساخت من به عنوان یک سرویس نشسته و داره از من میپرسه که چه کاری من میتونم برات انجام بدم، چی میخوای از من.
توی محیط های کوبرنتیز یعنی در حقیقت این سرویس مش میشه یک سری کاستوم ریسورس دیفینیشن ها، یک سری CRD هایی که نصب میشن، یک سرویس میشن و کاملا از طریق منیفست هایی که من دارم میتونم اونها رو کانفیگ بکنم. مثلا اگر بخوام بیام بگم میکرو سرویس A با میکرو سرویس مثلا B و C باید صحبت بکنه، 10%ش بره به B، 90%ش بره به C، یه منیفستی رو باز میکنم، اون عددها رو فقط تغییر میدم و یک kubectl اپلای میزنم. معمولا میتونیم این لایه اینفراستراکچر رو هم، این تعریفی هم که من شنیدم خیلی قشنگ بود، به عنوان یک شید پلتفرم بین میکرو سرویس هم در نظر بگیرم که بین میکرو سرویس من یا بین همون اپلیکیشن کد من و شبکه من میشینه، درخواست رو میگیره، قبل از اینکه تحویل بده حالا یک پالایشی روش انجام میده و بعد انجامش میده. پس خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم چه فیچرهایی ما میتونیم از سرویس مش بگیریم، تو همون بحث ترافیک منیجمنت، سکیوریتی، ابزروابیلیتی، 3 تا از مهمهاش هست که میتونه در لایه اینفراستراکچر شما کانفیگ بشه. حالا اینجا مثلا یه تیبل توری درست کردم، حالا مواردی که به نظرم اومد رو نوشتم. مثلا تو حوزه سکیوریتی من خیلی دیدم که خیلی از کارفرماها این دغدغه رو دارن که میکرو سرویس ها وقتی دارن با هم صحبت میکنن بر بستر MTLS یا میوچوال TLS باشه، یعنی هر دو بتونن از طریق سرتیفیکیتی که وجود داره همدیگر رو تایید و یا رد بکنن. بحث‌های authentication، authorization، strong policy control بود که خیلی برای من جالب بود که شما همانند مثلا نتورک پالیسی تو کوبرنتیز به وسیله سرویس مش میتونید این رو تعیین بکنید که فلان میکرو سرویس با فلان میکرو سرویس بتونه صحبت کنه یا نتونه صحبت بکنه. توی ابزروابیلیتی که قسمت خیلی مورد علاقه خودم هست، بحث‌های تریسینگ خیلی قوی در اختیارتون میذاره و کاملا اینتگریت میشه با APM سیستم ها و کلی متریک براتون کالکت میکنه و یعنی یک نیم نگاه بسیار قوی تو حوزه مانیتورینگ و لاگینگ برای میکرو سرویس هاتون هم داره. اگر A با B صحبت کرد، لیتنسیشون مثلا چقدر بود، آیا اصلا چه ریسپانس کدی مثلا برگردون. اما ترافیک منیجمنت هم لود بالانسینگ های بسیار مختلفی داره. شما میتونید تعیین بکنید مثلا راند رابین باشه، میتونید تعیین مثلا لیست کانکشن باشه و غیره که حالا به اینا خواهیم پرداخت. میتونیم ریت لیمیت بذاریم، میتونیم مثلا بگیم که اگر میکرو سرویس A اومد با B صحبت کنه و به هر دلیلی B وجود نداشت یا مشکل داشت، درخواست رو ببر روی مثلا میکرو سرویس C، یعنی حوزه های ترافیک شیفتینگ، فیلوور، ریتریز و خیلی خیلی فیچرهای دیگه‌ای که در اختیارمون قرار میده و مهمترین نکتهش که باز دوباره میگم نو کد چینج، یعنی شما کدی رو قرار نیست چینج بکنید، شما فقط نیازمندی های دیولوپر رو میشنوین، در قالب اون منیفست هایی که اون در حقیقت سرویس های CRD که نصب کردین رو کوبرنتیز و منیفست هایی که دارین دیفاین کردین اون CRD هاتون رو، میاد کانفیگ ها رو خیلی سریع انجام میدین. خب مثل همه ابزارها توی حوزه کلود نیتیو، حالا اسمش هم مثلا بذاریم دیوابس تولز چین ها، شما برای هر مبحثی آپشن های مختلف داریم. ایستیو، لینکرت، نمیدونم تلفظش رو درست میگم،
که هر دوی حالا گنده های در حقیقت این حوزه تا جایی که من فهمیدم این دو عزیز هستن. هر دوشون هم CNCF graduate هن. خب خیلی خبر خوبیه، یعنی اینکه سازمان‌های بسیاری آداپته شدن باهاش، دارن استفاده میکنن و خب جواب گرفتن. این نیستش که تازه دارن آداپته میشن. اگر اشتباه نکنم گیت هاب استار ایستیو خب از لینکد 2 یا 3 برابر بیشتره. حالا بازم باید چک بشه، الان حضور ذهن ندارم، ولی فهمیدم که ایستیو کامیونیتی قوی تری داره. یعنی من خودم شخصا وقتی یک ابزاری رو به دنبالش هستم که انتخاب بکنم، اینم حالا بنا به تجربه است، شاید عزیزان سلوشن های بهتری داشته باشن، سعی کردم ابزاری انتخاب بکنم که کامیونیتی قوی تری داره. کامیونیتی قوی تری یعنی چی؟ یعنی این که مگر به مشکل بخورم با یه سرچ ساده تو اینترنت میتونم به جوابش برسم. کامیونیتی قوی تری یعنی که شما تو یوتیوب و یا هر سوشیال نتورک دیگه میتونید ویدیوهای بیشتری در مورد اون سرویس بشنوین. یعنی خیلی راحت‌تر میتونید یادش بگیرین، خیلی راحت‌تر میتونید مشکلاتتون رو حل بکنید. البته که خیلی وقت پیش‌ها با لینکرد هم یه کوچولو کار کردم و میدونم که کم دستی از ایستیو نداره و شاید یه مقدار کار کردن باهاش هم حتی راحت‌تر باشه. چیز خاصی در مورد ایستیو ننوشتم، خب چون تعریف سرویس مش رو نسبتاً فهمیدیم. یک کلود نیتیو گریجویتد سرویس مش تولز، بسیاری از قابلیت‌های سرویس مش رو با استفاده از گذاشتن یک لایه شبکه یا میگفتیم حالا پروکسی تور بهتر بود برای میکرو سرویس ها در حقیقت انجام میده، به ارمغان میاره اون فیچرها رو. از اینوای یا اینوای نمیدونم باز همین تلفظشو، من میگم اینوای، از اینوای پروکسی استفاده میکنه که نیازمندی های شما رو به راحتی، چون اینوای یه بار خیلی وقت میشه باش کار میکنم، خیلی کامپلکسه. حالا اینجا شما دارین استفاده میکنید، لازم نیست برید، خیلی کم شاید پیش بیاد که برید اینوای رو کانفیگ بکنید. شما فقط میگین چی میخواین و خودش اینوای رو براتون کانفیگ میکنه. و تمام این فیچرهایی که حالا تو سرویس مش گفته شده بود، حالا من بازورش رو میگم، این خیلی جمله مهمیه. تمام این نیازمندی ها بدون نیاز به تغییر در سطح کد قابل انجام. دو تا کامپوننت بسیار مهم داره ایستیو سرویس مش، که یکیش دیتا پلین، یکیش هم کنترل پلینه. دیتا پلین در حقیقت اشاره میکنه به همون سرویس پروکسی که ایستیو استفاده میکنه که همون اینوای باشه و همچنین کمک میکنه به جمع کردن دیتاهای که مربوط میشه به حوزه observability. اما کنترل پلین هم نقش بسیار مهمی رو داره. حالا وقتی ایستیو رو نصب کردیم نگاه میکنیم که یه همچین سرویسی رو داریم. ایستیو دی که تو همون کنترل پلین ما قرار داره، نیازمندی هایی رو که ما در قالب کانفیگ کردن CRD یا تو همون منیفست هامون رو میشنویم رو برای اینوای تعریف میکنه. چون گفتم اگر قرار باشه ما دستی بخوایم خودمون اینوای رو کانفیگ بکنیم، کار بسیار سخت و زمان بری. اما کارهای دیگری هم میکنن، مثلا بحث‌های سرتیفیکیت منیجمنت برای همون MTLS و اینها و غیره رو ایستیو دی انجام میده. رول هایی که تعریف میشه رو اینوای اسپسیفیک کانفیگوریشن میکنه، یعنی میاد اونها رو تفسیر میکنه برای اینوای، یعنی وظیفه اصلیش همینه. و اینوای رو همانند یک سایت کار میاره در حقیقت کنار اون پاد شما قرار میده. البته
استیومش دو تا مود اصلی داره که حالا در موردش خیلی کوچیک صحبت خواهیم کرد که یکیش سایت کاره، یکیش هم امبینت، نمیدونم تلفظش رو درست میگم ولی فکر کنم امبینت یا آمبینت، نمیدونم، که اون فرق میکنه. کلا یه سایت کاری در قرار نیست، اما این رو بدونید که توی این ویدیوهای مربوط به استیومش من کلا با همون سایت کارش کار کردم. حالا این وای هم که دیگه همه میدونن یک پروکسی خیلی قوی هست که تمام این فیچرهای استیومش در حقیقت ما مدیون این عزیز هستیم. لود بالانسینگ، TLS termination، circuit breakers، ریتریز، هرس چک، چند درصد ترافیک کجا بره، چند درصدش کجای دیگه بره، متریک هایی که گفتیم، فالت اینجکشن، ریت لیمیتینگ و غیره، همه رو ما مدیون این اینوای هستیم که به صورت سایت کار میاد کنار اون دپلویمنت من، سرویس من میشینه و این فیچرها رو برامون در حقیقت برمغان میاره. یک همچین حالتی اگر بخوایم استیومش رو کل این دوتا کامپوننت اصلی پروکسی و استیو دی در حقیقت در نظر بگیریم، ما این قسمتمون میشه کنترل پلین که سرویس استیو دی قرار داره. 100% معماری پیچیده تر از این حرف هاست، اما من نمیخوام در مورد معماریش توضیح بدم چون خودم هم زیاد دیپ نشدم. اگر خیلی دیپ شدم، بیشتر اطلاعات جمع آوری کردم، حتما بیشتر در موردش صحبت میکنم. این هم دیتا پلینمه که در حقیقت اینجا میتونم بگم سرویس های اون میکرو سرویس های من قرار دارن و کنارشون یک پروکسی وجود داره که ترافیک هایی که به صورت اینگرس وارد میشن رو بنا به اون کانفیگی که من براش انجام دادم تغییراتی رو روش اعمال میکنه. اگر قرار باشه این سرویس با این سرویس صحبت بکنه که اینجا این داره انجام میشه، اگر یک سری محدودیت ها، یک سری فیچر ها خواستم رو این پراکسیه که اینجا همون اینوای من هست اعمال میکنه. برای بحث نصبش البته که الان میخوایم بریم روی محیط کوبرنتیز خودمون. من تمام کامند هایی رو که روی کوبرنتیز خواهم زد رو اینجا آوردم که اگر دوستان خواستن یک صفحه ای رو باشه که زود از روش نگاه کنن و بزنن اینجاست. اما خیلی خلاصه بخوام بگم، اول میریم داخل گیت هابمون، داخل گیت هاب در حقیقت ایستیو، اون ورژن مد نظر رو دانلود میکنیم. توی خود اون فایل تارجیزت یک کامند لاین ایستیو ما داریم، میتونیم ورژنش رو نگاه کنیم مطمئن بشیم. بعد اینجا رو اگر بذاریم دیگه توی خود همون محیط عملیاتی در موردش صحبت میکنیم. خب من یک کلاستر کوبرنتیز 3 نوده روی لوکال خودم دارم و تا جایی که فهمیدم یکی از نیازمندی های اصلی اینه که شما یه سرویسی مثل متال ال بی رو روی کوبرنتیز خودتون نصب داشته باشین که سرویس تایپ از نوع لود بالانسر بتونه یک آی پی رو در حقیقت به خودش اختصاص بده. یعنی من اگر الان اینجا متال ال بی رو بزنم مشاهده میکنیم که نصب روی کلاس دارم. یه آی پی آدرس پولی هم براش تعریف کردم و بعد خب وقتی که یک سرویس تایپ از نوع لود بالانسر تعریف میشه میره آی پی از اونجا اختصاص در حقیقت ور میداره. خب من توی سایت ایستیو، توی در حقیقت سایت خود ایستیو اگر بیاین و گیت هابش رو در حقیقت وردارین، بذارید اینجا بزنم گیت هاب ایستیو. خب میتونید ریلیز ها رو مشاهده بکنید و اون ریلیز مد نظرتون رو وردارید. مثل همه ابزارهایی که تو حوزه حالا کلود نیتیو و اینها هستن
که من از قبل این رو انتخاب کردم و روی لپتاپ خودم، روی لوکال خودم گذاشتم. اینو بازش میکنم. یک فولدری که ساختار خیلی خاصی هم داره که شاید مهمترینش که ما باش سر و کار داریم اون قسمتی هستش که کامند لاین ایستیو رو میتونیم مشاهده بکنیم. istio.ctl --version و اگر بزنم فکر کنم داش نداشت، 1.27.0 رو به هم نشون میده. توی اون اسلاید ها زمانی که گفتم دستورات نصب و تمام کامنت ها رو اینجا میزنم، البته بذارید بیارم که اینجوری شاید بهتر باشه. اینجا صحبت کردیم در مورد این که ما کلا زمانی که میخوایم نصب بکنیم ایستیو خودمون رو، این کامند لاینش به ما 2 تا پروفایل متفاوت ارائه میکنه، یکی تو حوزه دپلویمنت، یکی تو حوزه پلتفرم که ما با این قسمت اولیش کار داریم. تو حوزه دپلویمنت ما 3 نوع در حقیقت تایپ برای توپولوژی نصب ایستیومون داریم: دیفالت، ریموت و امبینت. ریموت رو واقعیت نمیدونم چیه و اصلا در موردش نخوندم، اما دیفالت همونیه که گفتیم در موردش این ویدیوها رو داریم، یعنی ایستیو پراکسی در حقیقت اینوای من به صورت یک سایدکار کنار ورکلود من میشینه. اما امبینت کلا متفاوته و هیچ خبری از سایدکار وجود نداره. در مورد پلتفرم هم حالا بدونیم بد نیست. حالا پلتفرم های مختلف مثلا مثل زمانی که شما از AWS استفاده میکنید، EKS و OpenShift اگر اشتباه نکنم، اینها زمانی که شما میخواید ایستیو رو نصب بکنین یک سری نیازها فرق خواهد کرد، یعنی یک سری کانفیگوریشن ها فرق خواهد کرد. به خاطر همین در زمان نصب شما بهش میگین که پلتفرمی که من دارم ازش استفاده میکنم آقای ایستیو اینه و اون دیپندنسی ها، اون تغییرات لازم رو همونجا در نظر میگیره. خب من برگردم به محیط خودم. بسیار عالی. حالا که در مورد اینها یاد گرفتیم، من میتونم دستور ایستیو، یه لحظه فقط برای این که مطمئن شم، بله، ایستیو CTL manifest generate -set، اینجا بهش میگم چه پروفایلی میخوام، میگم پروفایل دیفالت. اینجا مثلا میذارمش توی این که با هم ببینیم که زمانی که من دارم نصبش میکنم یک همچین منیفستی در حقیقت اپلای میشه روی کوبرنتیزم. کلی کاستوم ریسورس دیفینیشن داره و کلی قسمت های دیگه. فایل خیلی بزرگی. من الان با این کاری ندارم، فقط میخواستم بهتون نشون بدم که اگر خیلی میخواین به صورت کاستومایز شده نصبش بکنید، میتونید منیفستش رو جنریت بکنید، داشته باشین، نگاه بکنید، اون قسمت هایی که میخواین رو تغییر بدین و بعد kubectl create رو روش بزنید. خب این سرویس هم مثل همه سرویس های دیگه کلی ایمیج های مختلف داره که حالا با این دستور که من اومدم منیفستش رو جنریت کردم، بعد گرب کردم ایمیج هاش رو، اومدم اون ایمیج های لازم رو ورداشتم، اینا رو تگ زدم و توی ریپازیتوری خودم قرارشون دادم که دیگه لازم نباشه نودای کوبرنتیز من برن به اینترنت وصل بشن و اونها رو دانلود بکنن و اینا رو همه رو اونجا من قرار دادم. من یک get ns بزنم. خب اینجا ns های منه، من هیچ نیم اسپیسی توی حوزه
ایستیو ندارم، اما اینجا دیگه میخوام به ایستیو بگم که برای من نصبش بکن. میگم داش اینستال. حالا میخوام یک سری وریبل براش ست کنم. فقط اینجا من اسم رجیستریم رو هم مینویسم. ست میکنم پروفایلم رو به دیفالت. پس دو تا وریبل بهش پاس دادم، یکی هاب، یکی هم پروفایل. ایستیو رو شما با هلم هم میتونید نصب بکنید، هیچ نکته‌ای نداره، اما من ترجیحم این بود که فعلا یک مقدار بیشتر با کامند لاین هاش آشنا بشم. این رو میزنم. یک کانفیگی رو من تو CNI کلیکوم داشتم که کامپتیبل نیست با این داره به من اینجا این هشدار رو میده که حالا من فعلا چون روی این کانفیگم دیپ دایو نکردم که چی هست و مشکلی هم برام ایجاد نکرده، فعلا ردش میکنم. اما این همون موارد هست که من دارم میگم که حتما این ویدیوها رو که میبینید بعدش نرین سریع اینها رو پیاده سازی بکنید، حتما بیشتر در موردش بخونید. این طریقه نصب من شاید طریقه زیاد خوبی نباشه، نمیدونم، و حتما خودتون وقت بذارین و ببینین که چه چیزی برای محیط شما بهتره. من یس رو میزنم و این شروع میکنه نصب کردن. این استیو دی هم که حتما برامون آشنای، در موردش صحبت کردیم. یک اینگرس گتوی برام نصب میکنه، به خاطر همینه که گفتیم متال الوی نیاز داریم. و اگر اینجا نگاه بکنیم و این عکس قشنگ اینجا هم که واقعا لذت بخشه، یک قایق توری، کشتی توری، نمیدونم، get ns رو میزنیم. اگر نگاه بکنیم یه ایستیو سیستم من اینجا دارم، شاید قبلا هم داشته بودم، نمیدونم، چون این نصب کردم پاک کردم. get کن all اینو میزنم و ایستیو سیستم. خب خدا رو شکر همه چی رانینگ. واقعیت هیچ چیزی شیرین تر از این نیست که وقتی توی کوب ران گت میزنی، مثلا گت نوتس میزنی، همه چی رانینگ باشه. خب این اینگرس گتوی من چون از نوع لود بالانسر دقیقا تعریف شده، یه آی پی برداشته که دقیقا درخواست های ورودی من همه باید از این رد بشن که مش باشن و من بتونم ازشون استفاده بکنم، که آی پی شو در حقیقت از اینجا برداشته. بعد ایستیو دیم رو اینجا دارم، همون کامپوننت، یعنی یکی از کامپوننت های اصلی ایستیو سرویس مش، برای اینکه بتونه اون درخواست هایی رو که من بهش میدم رو به اصطلاح برای این وای پراکسی هام تعریف بکنه. چون گفتیم که خودمون بخوایم بریم کانفیگ بکنیم کار سخت و دشواریه. خب اگر برگردیم به اسلاید هامون، اینجا دقیقا اکثرم آوردم، اینجا نوشتم که این دستور رو زدم و این نصب شده. ما زمانی که بخوایم یک ورکلود خودمون رو به اصطلاح مشش بکنیم، بیاریمش تو مش و بتونیم از فیچرهای ایستیو استفاده بکنیم، حالا چند راهکار داریم طوری که من فهمیدم. یکیش اتوماتیک سایت کار اینجکشنه که شما میایین به اون نیم اسپیس خودتون، چون پادهای من بالاخره مختص به نیم اسپیس های خودشون هستن، میایم روی اون نیم اسپیس یک لیبلی میزنیم که زمانی که پادهای من تو اون نیم اسپیس کرییت میشن یک وب هوکی کال میشه و سایت کار پراکسی اینوای من میاد کنارش میشینه که ما توی این ویدیوها از همین استفاده میکنیم. و این رو هم بگم که کاملا فلکسیبله. شما ممکنه توی نیم اسپیستون 3-4 تا دپلویمنت داشته باشین، بخواین یکی از دپلویمنت هاتون مش نشه، اون موقع میتونید با زور بیاید یک لیبل دیگه روش بزنید و اینها رو اعمال بکنید. یعنی این فلکسیبیلیتی رو کاملا شما دارید. یا میتونید با دستور
istio CTL بیایید در حقیقت روی دپلویمنت منیفستتون بگین که من روی این میخوام که سایدکار اینجکشن اتفاق بیفته. یک راهکار دیگه هم کاستومایزینگ اینجکشنه، یعنی این که برید در حقیقت منیفست مربوط به این وای سایدکارتون رو در بیارین از تو خود سایت، توی منیفستتون قرار بدین. این بهتون این قابلیت رو میده که دیگه خیلی کاستومایزش بکنید. البته که توی روش دوم هم فکر میکنم قابل کاستومایز شدن رو داشته باشه، ولی ما میگم چون خیلی داریم لابراتوری بهش نگاه میکنیم و کاستومایزیشن خاصی رو نمیخوایم اعمال بکنیم، فعلا از همین راهکار میریم جلو. و نکته خیلی مهم که الان دستورش رو خواهیم زد istio CTL proxy استاتوسه که به من کمک میکنه که من وقتی میخوام بیام ببینم توی اینتایر کلاسترم چه ورکلود هایی مش شدن، میتونم از این دستور استفاده بکنم. حالا الان این دستورم ما تو محیط عملیاتیمون میزنیم، اما اینجا مثلا من زدم فقط میگه که یه اینگرس گتوی هست روی کلاستر کوبرنتیزت که مش شده، وگرنه چیز دیگه ای نداری. بریم رو محیطمون. خب روی محیطمون من اینجا میگم که istio-ctl proxy کلی دستور داره، یعنی کلی پارامترهای مختلف داره. حالا istio-ctl proxy status فقط داره میگه که این سرویس، این در حقیقت پاد شما، یک kubectl get pods dash n روی istio سیستم اگر بزنم این هستش که فقط مش شده، یعنی برای خودشه و همیشه شما وقتی نصبش میکنید این یکی رو داریم. kubectl get میکنم deployment هم و من یه nginx deployment توی نیم اسپیس دیفالت هم دارم. برای اینکه یه خورده قشنگتر ببینیم چه اتفاقی میفته kubectl get pods روی دیفالت یه واچ گذاشتم که ببینیم اصلا چه اتفاقی میفته. من الان میخوام نیم اسپیس دیفالت هم رو بهش اون ولیو رو اضافه بکنم و ببینم که بعد از اینکه این ولیو رو اضافه کردیم باید ورکلود خودتون رو ریست بکنید و ببینید که چه اتفاقی براش میفته. میام مینویسم kubectl لیبل کن نیم اسپیس دیفالت رو istio injection مساوی با enabled dash dash override. این رو من میزنم که من اگر اینجا بیام ادیت کنم NS دیفالت رو مشاهده میکنم که یک لیبلی خورده. میتونستیم اصلا ادیت رو بزنید هم اینجا بهش اضافه بکنید، زیاد فرقی نداشت. خب بعد میام اینجا میگم که kubectl رولات کن ریستارت دپلویمنت nginx. من الان nginx هم رو اینجا ریست میکنم. یک اینیت رو دیدیم اول که فکر میکنم همون وب هوک است که میاد وارد عمل میشه و میگه که بله به خاطر اینکه این NS من وجود داره، NS من همچین لیبلی خورده، من اینجا باید روت سایت کار بیارم بالا. و اگر الان دقت بکنید که داره ترمینیت میشه، در حقیقت اینستنس قبلیش این الان مد نظر ماست، 30 اندی ثانیه ازش میگذره. 2 تا در حقیقت پاک شد خودش. 2 تا در حقیقت کانتینر داره که میتونیم ازش دیسکرایب بگیریم. دیسکرایب کن پاد nginx رو. بیایم بالا فکر میکنم بله یه دونه اینیت کانتینر بود istio اینیت که اینیشیال کرده بود یک ایمیجی رو که من توی در حقیقت پرایوت ریپوزیتوری خودم قرار داده بودم برداشته بود. این همون کاستومایزیشن هایی هست که در موردش صحبت کردیم که زمانی که اگر شما بیاین کاستومایزینگ اینجکشن انجام بدین
بیشتر میتونید روش مانور بدید که پارامترهای خود در حقیقت مربوط به کانفیگ ایستیوم، کانفیگ اینوای هم باید باشه فکر میکنم. حالا این زرده ایستیو آی پی تیبلز بماند. این کانتینر خود انجینیکس هم که آوردم بالا به عنوان دپلویمنت و اینم ایستیو پراکسیمه که یک ایمیجیه، دوباره همون پراکسی ویدو هر چیز دیگه که با عنوان یک سایت کار کنار این اومده بالا. حالا هر درخواستی سمت این انجینیکس من بخواد بره از این پراکسی من رد خواهد شد و من میتونم اونجا روش مانور بدم. یه لحظه اینجا تایم اوت خوردیم حالا و یک سری environment variable های مختلف که مشاهده میکنید همشون مربوط به ایستیو و غیره. حالا فرض کنید که بیایم اینو امتحان بکنیم. این دستور رو بزنیم پراکسی استاتوس، یعنی باز دوباره دارم به ایستیوم با اون کامند لاین میگم که اونهایی که مش شدن رو به من نشون بده که اینجا اومده به من نشون داده. من اگر بیام اون دپلویمنت دیگم رو هم که حالا اسمش پینینگ اینم ریست بکنم، این هم همینطور یه پاد اینیشیالایزینگ گرفت، رانینگ شد. من الان اینجا به این بگم پینیم رو هم به عنوان ورکلودی که در حقیقت مش شده داره به هم نمایش میده. بیایم امتحان بکنیم. من میام میگم که ادیت کن این اسر دیفالت رو، میام این رو دیگه ور میدارم و اینجا میام میگم که رولات کن پینیم رو و رولات کن انجینیکس دپلویمنت رو. باید هر دوشون بشن یک تک کانتینره و دیگه ما خبری از در حقیقت ورکلود مش شده توی این دیفالتمون نباید داشته باشیم که دقیقا همین اون دوتا هم که دارم از قبل بودن در حال ترمینیتینگ شدن. پس من اینجا الان اینو بگیرم باز دوباره به من همین رو برمیگردونه. فرض کنید که میخواید این رو هم بگم، فرض کنید که میخواید ایستیو مش رو کلن از سرویستون پاک بکنید. یه دونه دستور داشت به اسم uninstall فکر میکنم -purge yes میزنم و تمام سرویس ها، آربک ها، فکر میکنم حتی CRD ها رو هم ور میداره. uninstall complete. من اگه الان اینجا بزنم proxy status no running istio pause in istio system، نیم اسپیسمون هم پاک کرده، نیم اسپیسمون رو نگه داشته. الان من آل بزنم چیزی اینجا ندارم. خب پس ما توی این قسمت مقداری کلا با سرویس مش آشنا شدیم، در مورد فیچراش گفتیم، در مورد این گفتیم چقدر میتونه دنیای نیازمندی های دیولوپر ها رو کمتر بکنه، ساده تر بکنه، کمتر نه ساده تر بکنه. در مورد ایستیو صحبت کردیم که graduated service mesh tools هست و کامپوننت هاشو گفتیم، کنترل پلینش، دیتا پلینش، خیلی خلاصه دیپ دایو نکردیم، فقط نام بردیم و بعد اومدیم صحبت کردیم که از تو گیت هاب بریم دانلودش بکنیم. یه ایستیو CTL بهتون میده چجوری لیست بکنید ورکلود هایی که مش شدن، یعنی قبلش نصبش بکنید. مودای نصبش رو گفتیم، 2 تا پروفایل میده، نصبش کردیم، گفتیم که میتونید ایمیج هاشو اینجوری اکسترکت بکنید تو پرایوت ریپوزیتوریتون قرار بدین و رسیدیم به اینجا که بعد از نصب من بیام یک محیطی رو در حقیقت مش بکنم و این کار رو انجام دادیم. توی قسمت بعدی سعی میکنیم که در مورد دو سه تا از کانسپت های اصلی کانفیگ کردن
یک ورکلود مش شده صحبت بکنیم که خود بحث گتوی هست، بحث ویرچوال سرور و دستینیشن رول. در مورد این سه تا با هم صحبت بکنیم که اصلا اینا چی کار میکنن و یک مثالی رو هم بیاریم، کلا مش بکنیم، ببینیمش و براش چه اتفاقی میفته و از یکی دو تا از فیچرها بیایم استفاده بکنیم. البته شاید بخوایم تمام اینها رو بیاریم توی یک ویدیو خیلی طولانی بشه، شاید کردیمش 2 تا ویدیو. باید برم جلو ببینم که کلا چه اتفاقی میفته. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.